رستم نظرزاده رهبر کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع گرجدنی تاجیکستان 20 ایول در نشست خبری در دوشنبه گفت که تا چند ماه دیگر تاجیکستان از چین در چارچوب یک برنامه سازمان ملل متحد در رابطه با پیشگیری و از پیامدهای آفت‌های طبیعی بیش از 62 عدد تکنیک پراقتدار خواهد گرفت. به گفته جناب نظرزاده فهرست این واسطه‌های فنی را سازمان ملل متحد تصدیق کرده است و اکنون آنها به تاجیکستان رسانیده می‌شوند. 70 میلیون یوان این 11 یا 12 میلیون دلار می شود. از جانب خطو ما کمک تکنیکی قبول میکنیم. ممکن تا ماه اکتبر شود. بعد درباره بازه تکنیکی کمیته و اویدی پرزور نمودن فعالیت کمیته بعد سخنرانی میکنیم. وزیرش. درباره چرخبال باز یک بار میگم که ما امروز کمیته آماده نیست. برای استفاده بردن نگهداری چرخبال ما امروز آماده نیست. ضمناً نرخ یک عدد چرخبال می 8 که در کشورهای پساشوری از آنها زیاد استفاده می شوند تا 15 میلیون دلار ارزش دارد. رستم نظرزاده همچنین گفت که هرچند با دستور پرزیدنت امام رحمان همه نهادهای قدرتی برای در اختیار این نهاد قرار دادن چرخبال در حالتهای ضروری موظف شده اند، اما احتمال دارد در سالهای 2019 یا 2020 موضوع خریداری چرخبال ویژه برای کمیته حالتهای فوق‌العاده بررسی شود. هرچند تقریبا در کلیه کشورهای جهان وجود چرخبال‌های مختلف نجات‌دهی در فعالیت نهادهای اضطراری یک امر حتمی دانسته می‌شود. این در حالی است که در زمستان و بهار سال جاری ساکنان تاجیکستان مشاهده می‌کردند که نجات دهندگان کمیته حالتهای فوق‌العاده به دلیل نداشتن تکنیک ضروری نمی‌توانستند به زودی به محل‌های آفت‌زده برسند و مردم را نجات دهند. چون این وضع در ماه‌های ترمه‌فرایی در منطقه‌های گوناگون کشور در فصل زمستان زیاد مشاهده شده بود، اما حتی با فرارسی فصل تابستان نیز نجات دهندگان تاجیک در مقابل آفت‌های طبیعی عاجز ماندند. در همین حال رهبریت کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان امروز اعلام کردند که یکجا با سراداره گیالوگ تاجیکستان خریطه منطقه‌های با آفت‌های طبیعی آسیب‌پذیر را تهیه کردند و آن از 3 بخش عبارت میباشد. به گفته آنها فعلا حدود 100,000 ساکن تاجیکستان در مناطق ناامن زندگی میکنند.